حتما برای هممون یاد گرفتن یک زبان دیگه از دوران کودکی یه چالش خیلی بزرگ بوده و بودن عامل‌هایی که در واقع نمیذاشتن ما به هدفمون برسیم، مثل اینکه ساعت کلاس با برنامه زندگی ما جور در نمیومد، یا اینکه باید مدت‌های خیلی زیادی رو توی ترافیک سپری می‌کردیم که به اون مؤسسه برسیم، و یا اینکه اصلا لرنینگ استایل ما جوری بوده که دوست داشتیم صبح‌ها یک موضوع جدید رو یاد بگیریم ولی کلاس زبانش عصرا بوده. میخوایم امروز بریم سراغ خانم شبنم محمودیان که ببینیم که راهکاری داره برای این چالش یا نه. در خدمتتون هستم. شبنم، خب با ورود شبکه‌های اجتماعی و در واقع تکنولوژی به زندگی‌ها، علل خصوص بعد از این داستان‌های کرونا، فکر می‌کنم که کمتر کسی باشه که واقعاً نشنیده باشه که آموزش آنلاین چیه. فکر می‌کنم که همه به واسطه خودشون، فرزنداشون، فامیلاشون یک آشناییتی دارن با در واقع فضای آموزش مجازی. خب میدونم که سال‌هاست ما هم توی سفیر آموزش آنلاین رو داریم و تو در واقع این سیستم رو بنیانگذاری کردی. میشه یه کمی به ما توضیح بدی که در واقع سایبر تاک توی سفیر چی هست و از چه زمانی ما اولین بار شروع کردیم به آموزش آنلاین؟ حتما. سایبر تاک همونجوری که از اسمش مشخصه قرار بود که کلاس های مجازی آنلاین یا همون آموزش از راه دور سفیر باشه. توی دوران قبل از کرونا ما فعالیتمون رو شروع کردیم با شرکت ها، با جاهایی که به هر حال تعداد پرسنل زیادن، ساعتهای کار کردن پرسنل تو شرکت ها طولانی بود، مجبور بودن که زبان رو از طریق حال شرکت دنبال بکنن، به خونه نمی رسیدن، دیر وقت به خونه می رسیدن. برای قشری که شغلای شیفتی داشتن، مسیراشون دور بود، توی ترافیک زیاد میموندن و اما بعد از اینکه وارد پدیده کرونا شدیم، اقشاری که مخاطب شدن کاملا تغییر کردن. یعنی از همه قشری ما مخاطب داشتیم. نوجوان ها بودن، بچه ها بودن، بزرگسال ها بودن، کسایی که حتی لزوما شغل خاصی نداشتن، توی منزل بودن ولی دیگه به خاطر کرونا نمیتونستن از منزل خارج بشن. به همین دلیل مجبور شدیم که فضا رو گسترده تر بکنیم و نیازها و تقاضاهایی که سمتمون می اومد اصلا بسیار گسترده شده بود. رفتیم سمت این که یه مقدار سیستم آموزش آنلاینمون رو از حالت معمولش خارج بکنیم، بتونیم پاسخگوی تقاضاهای مختلف آدم‌ها باشیم. به همین سبب رفتیم سمت سیستمی که الان توی دنیا یه مقدار جا افتاده، از زیر شاخه های بلندد لرنینگ رفتیم سمت فلیپ لرنینگ که بتونیم کلاس هامون رو به صورت فلیپ آفلاین و آنلاین برگزار بکنیم که هر کسی هر جای ایران که هست بتونه ازش به مناسبت شغلی که داره، حرفه‌ای که داره، ساعت کارکردی که داره بهره لازم رو ببره. در حال حاضر مجموعه سایبر تاک کلاس های آنلاین رو برگزار میکنه که 8 جلسه آفلاین و 8 جلسه آنلاین هست و ما محتوا رو به صورت آنلاین و آفلاین در اختیار زبان آموز میذاریم. من یه سوالی اینجا بپرسم، به ذهنم رسید با توجه به اینکه خب من با سایبر آیلتس در واقع به خاطر موقعیت کاری خودم خیلی سر و کار دارم، میدونم که بین سایبر تاک، سایبر آیلتس و سایبر فرنچ خیلی شباهت ها و تفاوت ها هست. یه کوچولو این شباهت ها و تفاوت ها رو برامون دوره میکنی که در واقع بدونیم چیه فرقشون؟ خیلی خوب بهش اشاره کردی. اولا اینکه ما فقط عمومی رو کاور نمی کنیم توی سایبر تاک. آیلتس به صورت آنلاین تدریس میشه، فرانسه به صورت آنلاین تدریس میشه، بزرگسال و نوجوانان به صورت جداگانه کلاس ها تدریس میشن. فرقش اینه که ما تو بخش عمومیمون جلسات آفلاین رو داریم که شاگردا هر جلسه قبل از اینکه بیان سر کلاس آنلاین محتوا رو از قبل میبینن، در معرضش قرار میگیرن، بخش خودفراگیریش رو در حقیقت انجام میدن توی منزل. چون در حال حاضر توی سیستم‌های آموزشی دنیا خودفراگیری بخش اعظم، مهم و قابل توجهی از پروسه یادگیری آدم هاست. اون بخش رو توی خونه محتوا در اختیارشون قرار میگیره.
تدریس میشه بهشون هر ساعتی از روز که بخوان، هر جایی که دوست داشته باشن به صورت آفلاین میتونن اون محتوا رو دریافت بکنن و بعد میان سر جلسه آنلاین استاد براشون رفع اشکال انجام میده، مرور انجام میده و هر آنچه که تا مرحله ریکگنیشن یا شناخت در حقیقت تو جلسه آفلاین بهش اکسپوز شدن، حالا توی جلسه آنلاین به مرحله پروداکشن یا تولید میرسوننش. توی بخش سایبر فرنچ و سایبر آیلتس همون اون جلسات آفلاین محدوده، یعنی ما کلاس ها رو کامل به صورت آنلاین برگزار میکنیم به دلیل اینکه حضور استاد توی این دو نوع دوره در حقیقت به خاطر ماهیت خود دوره ها به شدت پررنگه و تکنیک ها رو آموزش میدن. در حقیقت ما سعیمون این هست که تمام جلسات رو به صورت آنلاین برگزار بکنیم. منتها اگه بخوام از تفاوتاش بگم میتونم وارد بخش بعدی ادامه مراحل یادگیری یا همون تکالیف بشم. من یه سوال اینجا بپرسم قبل از اینکه وارد مبحث تکلیف بشیم. گفتی که 8 جلسه آفلاین، 8 جلسه آنلاین. فکر میکنم که مزیت این نوع لرنینگ اینه که در واقع برای اون 8 جلسه آفلاین دانشجو خودش، زبان آموز خودش انتخاب میکنه که چه ساعتی از روز بره اون آفلاین رو نگاه بکنه و با توجه به اینکه آدم‌ها لرنینگ استایل های متفاوت دارن، فکر میکنم که خیلی حق انتخاب خوبیه که ما به دانشجو میدیم. به شدت درست اشاره کردی. این زمان ساعاتی که در حقیقت آدم‌ها این انعطاف پذیری رو دارن که برن و از این جلسات استفاده بکنن، با توجه به اینکه امکان داره ساعت لرنینگ من با ساعت لرنینگ شما متفاوت باشه. من صبح‌ها راحت‌تر یاد بگیرم، شما عصرها راحت‌تر یاد بگیری و به اضافه این مزیت که حتی جلسات آنلاین بچه‌ها ضبط میشه، یعنی شاگردها میتونن اگر غیبت داشتن یا میتونن اگه ساعتی رو انتخاب کردن که خیلی به ساعت لرنینگشون نمیخوره، حتی وقتی که در منزل هستن، شب هست، با فراغ بال بشینن حتی جلسه آنلاینشون رو هم دوره بکنن و ضبط شدهش رو ببینن. بنابراین کنار هم بودن این اتفاقات فکر میکنم که به شدت به اون پروسه یادگیری به سموث بودنش و به تسهیل کردنش کمک میکنه. خیلی هم خوبه چون که در واقع الزامی نیست که دانشجو حتماً توی موقعیت مکانی یکسان با معلم باشه، یعنی حتی اختلاف ساعت در واقع مشکلی ایجاد نمیکنه. داشتی اشاره میکردی به تکلیف زبان آموزان. دقیقاً میخواستم اینو بگم که ما بعد از مرحله حالا خودفراگیری آفلاین تور و بعد در کنار استاد مرحله یادگیری به تولید رسیدن اون چیزی که یاد گرفتیم، این رو ادامه دادیم تو مرحله تکلیف، یعنی بچه‌ها رو رها نمی‌کنیم. توی تمام دوره هامون آیلتس، فرانسه و عمومی، بچه‌ها بعدش نیاز دارن که برن و یه تکلیفی رو با توجه به آنچه که یاد گرفتن حالا بذارن در اختیار استاد و فیدبکش رو بگیرن، بازخوردش رو بگیرن. این تکلیف نه فقط ریتن که اسپوکن هم هست، یعنی به بچه‌ها این فرصت داده میشه که خب این موضوع حالا از این عبارات استفاده کن و 1 دقیقه و نیم نان استاپ صحبت کن یا بین 90 تا 120 کلمه بنویس. اون صحبت کردن باز یک مرحله از لرنینگه، باز یک مرحله از یادگیریه، برای اینکه من صدام رو هی مجبورم ضبط بکنم تا بالاخره بتونم 1-2 دقیقه تمیز از توش درارم و برای استادم آپلود کنم. توی این هی ضبط کردنه و توی این هی گوش دادن به صدای خودم یک عالمه فیدبک خودم به خودم میتونم بدم، یعنی یک سلف کارکشنی دارم که خودم پرونانسیشن خودم رو میشنوم، خودم غلط‌های خودم رو میشنوم، اول سلف کارکت میکنم خودم رو، بعد برای استادم آپلود میکنم و حالا فیدبک استادم رو میگیرم. پس این هم کاملا میتونه به صورت مضاعف توی اون پروسه یادگیری قرار بگیره. و نهایتا هم که مرحله 4 یادگیریمون آزمونه. ما هیچ وقت آزمون رو جز مرحله یادگیری به حساب نمیاریم، همیشه یک مرحله از سنجشه. اما این بار به دلیل اینکه خود سیستم، یعنی من آنلاین آزمون میدم و سیستم به من فیدبک میده که این سوال رو اشتباه زدی، جواب درستش این بوده، پس هنوزم مرحله آخر، اون تلنگر نهایی لرنینگ من داره توی آزمون اتفاق میفته که خیلی خب از همه مراحل که رد شدم، حالا اینجا این رو اشتباه زدم و جواب درستش رو گرفتم، دیگه نهایتا یاد گرفتم انشالله که این تارگت لنگویج رو چجوری استفاده بکنم. میگم سعی کردیم که از A تا Z یادگیری رو توی کلاس‌های آنلاینمون طوری رعایت بکنیم که محصول نهایی که در حقیقت دانش دانشجو هست، محصول قابل قبولی باشه. خب یه سری از محتواها علل خصوص در سایبر تاک به صورت آفلاینه. این محتواها رو کی تهیه میکنه و اینکه آیا هر از گاهی با توجه به تغییرات حالا جامعه، زبان
آپدیتش میکنین یا اینکه نه همیشه فیکس بوده تو این چند سال گذشته؟ فرقی نمیکنه. جلسات آفلاین و جلسات آنلاین ما محتواش از پیش تعیین شده. یعنی عموما اینجوری نیست که هر جلسه هر استادی با هر متریالی که فکر میکنه که برای اون جلسه برای خودش راحت تره بره سر کلاس. از پیش آماده شده است و اساتید با توجه به تجربه خودشون و تجربه‌ای که از کلاس دارن حالا این متریال رو آپدیتش میکنن، اصلاحش میکنن و بعد با خودشون میبرن سر کلاس. این متریال های از قبل آماده شده توسط کارشناسان آموزش در حقیقت مجازی آماده شده و با توجه به مقالاتی که خونده شده، تحقیقاتی که انجام دادن توی بخش تحقیق و توسعه مجازی، سعی کردن که اینها رو آماده بکنن بنا به نیاز دانشجو. توی سایبر تاک این اتفاق میفته دیگه. دقیقاً این اتفاق توی سایبر تاک میفته. توی دوره‌های آیس و فرانسمون به فراخور نوع شاگردی که ما داریم، چون شاگردها با میگم دیمندهای مختلف با اهداف مختلف سر کلاس نشستن، برای نمرات مختلف سر کلاس نشستن، به تشخیص استاد کاملاً متریال سر کلاس برده میشه و در اختیار گذاشته میشه. فکر کنم که در واقع برای سنین کمتر دیگه خیلی استرس قطع شدن سیستم، مشکل پیش اومدن با نرم افزارهای کامپیوتری، واقعا این استرس رفع شده انقدر که در جامعه امروزی همه از ابتدا از سن خیلی کم با کامپیوتر سر و کار دارن. ولی من میدونم که آدمایی که حالا شاید یه کوچولو تو سنین بالاتر هستن، خیلی از بچگی در کنار کامپیوتر نبودن، تکنولوژی و ارتباط برقرار کردن یه کوچولو براشون سخته. چه راهکاری داریم برای اون قشری از زبان آموزان که یهو وسط کلاس مثلا دچار یه مشکل فنی میشه، یا اینکه حتی نه تنها مشکل فنی، یه شاگردی بنا به شرایط زندگیش همزمان با معلم کلاس، استاد کلاس آنلاین نمیشه ولی بعداً دچار مشکلات آموزشی میشه. در واقع راهکاری هست برای رفع مشکلات فنی و حالا نیاز به مشاوره های آموزشی؟ حتما. اتفاقی که در حال حاضر میفته اینه که ما برای کلاس های دوره های سایبر تاکمون فرقی نمیکنه عمومی آیس یا فرانسش، پشتیبان برای هر یک کلاس داریم. یعنی پشتیبانی هست که من شاگرد از جلسه اول با اسمش و با شماره تلفنش در حقیقت آشنا هستم، گوشه تصویرم هست. از جلسه اول کلاس تا جلسه آخر کلاس میتونم به صورت مداوم با پشتیبانم در تماس باشم. خوبی این اتفاق اینه که بعد از یکی دو بار تماس دیگه ما هم دیگر رو میشناسیم و با هم راحت صحبت میکنیم و پشتیبان اصلا سیستم منو میشناسه، میدونه با چی وصل میشم، اشکالات سخت افزاریم چیه و خیلی راحت تر میتونه هر جلسه راهنمایی بکنه. اصولا جلسات اول آدم‌ها وقتی میخوان که وصل بشن امکان داره که مشکل داشته باشن، صدا رو نشنون، صداشون نیاد، با خود نرم افزار مشکل داشته باشن که خب شماره تلفن پشتیبان اونجا هست و خودش رو معرفی میکنه و از لحظه اول با شاگرد در تماس تا روز آخر کلاس و تا روز آزمون. از لحاظ فنی به این صورت پشتیبانی میشه. از لحاظ آموزشی بجز اینکه شاگردها به جلسات ضبط شده دسترسی دارن، کارشناسان آموزش ما هستن. به محض اینکه من جلسه رو غایب هستم چیزی رو متوجه نمیشم، علاوه بر اینکه توی تالار گفتگوم میتونم با استادم هر ساعتی در تماس باشم، میتونم با کارشناس آموزش اجرایی در حقیقت مجازی توی ساعت کاری در تماس باشم و سوالام مطرح بکنم و اونا کاملا حتی یک مبحث درسی رو برای من باز کنن و توضیح بدن. چقدر خوب. در واقع همه مواردی که لازمه برای اینکه اون زبان آموز به اون هدفی که داره برسه رو شماها پیش بینی کردیم و رفع رجوع کردیم برای دانشجو. ارزیابی هم از کلاس اتفاق میفته توی کلاس‌های آنلاین؟ حتما. ما به دلیل اینکه میگم با قشرهای مختلف دانشجو در تماس هستیم، لرنینگ استایل ها با هم دیگه فرق میکنه و دوست داریم که بتونیم پاسخگوی هر نوع استایل یادگیری باشیم توی آدم ها. سعیمون بر این هست که ارزیابی رو به صورت مستمر انجام بدیم روی کیفیت کلاس، کیفیت محتوا، کیفیت تدریس و اصلا حال و هوای آدم ها سر کلاس.
به همین ترتیب کارشناسامون مدام به صورت رندوم سر کلاس ها میرن، گرچه که پشتیبان ها چون به صورت مداوم سر کلاس ها هستن خودشون منبع بسیار خوبی از فیدبک دادن به ما هستن، به محض اینکه احساس کنن که حالا هوای یک کلاسی خوب نیست یا بچه ها با محتوای یک کلاسی درست ارتباط برقرار نمیکنن، سریع به ما خبرش رو میدن. ضمن اینکه به دلیل اینکه جلسات ضبط میشه خودمون هم هر ساعتی از روز، حتی اگر که تو یه ساعتی نتونیم سر کلاس ها بریم، میتونیم فرداش یا روزهای بعد بریم و ضبط شده کلاس ها رو نگاه بکنیم و در جریان کلیت اتفاقات باشیم. خیلی ممنون، مرسی شبنم از اینکه وقتتو گذاشتی اومدی پیش ما و توضیحاتت واقعا فکر میکنم که برای همه مفید هست و کافی. ممنون، مرسی. مرسی از شما که وقت گذاشتین، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من یاد میگیرم پس هستم.